الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي شيبة المسلم. الحديث رواه أبو داود، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، خواهران با عزت و با عفت، پدران بزرگوار و سایر برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسات گذشته پیرامون آداب محافل و مجالس، پیرامون آداب گفتگو اشاره نمودیم. در این محافل و مجالس و شاید در این گفتگو با بزرگان و موسفیدان روبرو بشیم، کسانی که سن و سال اینا از ما بزرگتر هست، آنهایی که دیروز جوان بودن و امروز موسفید شدن، کسانی که دیروز همچون جوانانی که امروز در گوشه و کنار دیده میشه به کار و به مصروفیت ها و به زندگی و اینها مصروف و مشغول هستند. بزرگان و موسفیدان هم دیروز مثل ایشان جوان بودن. حالا ادب با موسفیدان الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم، شریعت مقدس اسلام برای ما واجب دانسته، لازم دانسته که ما در مقابل بزرگان و موسفیدان ادب را رعایت کنیم. الله سبحانه و تعالی می فرماید: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جواب احسان را باید به احسان داد. این موسفیدان که دیروز جوان بودن، شما جوانان یا طفل بودید یا نوجوان بودید، اینها برای شما احترام قائل بودن، برای شما عزت آفرین بودن و برای شما تلاش میکردن، زحمت میکشیدن تا شما بزرگ شوید و مستر خدمت به جامعه قرار بگیرید. احسان بزرگان و موسفیدان را چگونه باید داد؟ باید به احسان جواب داد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند از خیلی مسئله مهمی هست: ان من اجلال الله تعالی، از بزرگ داشت و از اینکه عظمت پروردگار را و خدا را به بزرگی یاد کردن یا به عظمت پروردگار عالم پی بردن، و یا اینکه به بزرگی پروردگار عالم که انسان قائل بشه چی هست؟ یعنی به عبارت دیگر میخواهید به الله احترام بگیرید، به الله سبحانه و تعالی احترام داشته باشید. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند: اکرام ذی شیبة المسلم. به یک موسفید وقت احترام کردید، او احترام به ذات اقدس الهی، به پروردگار عالم هست، چون الله سبحانه و تعالی موسفیدان را دوست داره. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه در وقت طواف در بعضی اقوال میاره که در کنار موسفیدان طواف میکردن. پرسان کردن: یا امیر المؤمنین، شما کنار موسفیدها طواف میکنید؟ فرمودن: رحمت الله اول بر موسفیدان نازل میشه، دوست دارم من در کنار موسفیدان باشم تا مشمول رحمت پروردگار عالم قرار بگیرم. حدیث دیگر از رسول صلی الله علیه و سلم که می فرمایند:
لیس منا من لم یجل کبیرنا و یرحم صغیرنا و یعرف لعالمنا حقه. از ما نیست کسی که در روایت دیگر آمده لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا. از ما نیست کسی که به بزرگان احترام نداشته باشه، به خردان مشفق نباشه و احترام به علمای ما نداشته باشه و حق علمای ما را نشناسه، یعنی ادا نکنه، یعنی وارثین ما را. از ما نیست. خیلی مسئله مهمی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لیس منا. از ما نیست کسی که احترام به بزرگان و قدر بزرگان و قدر موسفیدان را ندانه. این آداب اسلامی هست. وقتی موسفیدی را میبینید در مسیر راه دستش را بگیر. وقتی موسفیدی را میبینید بار سنگینی در دست داره بارش را بگیر تا جایی که روان هست برسان. وقتی میبینید موسفیدی نیاز به این داره که تو برایش حامی بشی و پشتیبان بشی، تو حامیش و پشتیبانش باش. از جمله آدابی که ارتباط به موسفیدان هست اینه که اولا وقتی با موسفیدان و بزرگان روبرو میشوید بگویید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سرشان را ببوسید، پیشانیشان را ببوسید، دستشان را ببوسید. این از جمله آداب به همراه موسفیدان و بزرگان هست. دوم، سخن نیکو و طلب دعا از ایشان. در کنار یک موسفید وقتی قرار گرفتید و اونها سخنی بگویید که اونها دوست دارن، از اونها طلب دعا کنید، از اونها دعا بگیرید. اونها به خیر القرون نزدیکتر هستن نسبت به ما. چرا رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما به بزرگان احترام بگیرید، به خردان مشفق باشید؟ کسی که از شما بزرگتر هست به او به این واسطه احترام بگیرید که این بیشتر ذکر الله را گفته، بیشتر نماز خوانده، بیشتر عبادت الله را انجام داده. کسی که از ما خردتر هست سنش، چرا به او مشفق و مهربان باشید؟ چون گناه کمتر کرده. به این واسطه به بزرگان احترام و برای خردان مشفق باشید. آداب دیگر از جمله آدابی که همراه موسفیدان اینه که وقتی در کنارشان نشستید از تجارب اونها استفاده کنید. بزرگان و موسفیدان گنجینه تجارب هستند. وقتی یک عالمی در سن 20 سال، 25 سال، 30 سال هست، اما یک موسفیدی که در سن 60 و 70 سال هست، درست این عالم در جوانی علم داره اما تجاربی کمتر هست. او موسفیدی که اگر علم هم نداشته باشه تجربهش بیشتر هست. تجارب به چی به دست می آیه؟ به گذشتن عمر، به گذشتن سن و سال. از جمله آداب با بزرگان و موسفیدان اینه که به مقابلشان زیاد حرف نزنید و فقط از بزرگان و موسفیدان گوش کنید که چی میگوین. بگویید که شما از گذشته ها برای ما قصه کنید، از تجارب عمر خود قصه کنید و از قضایایی که در زندگی شما پیش آمده برای ما قصه کنید. از جمله آداب به همراه موسفیدان، بزرگان و موسفیدان، سن و سالی که از اونها گذشته زود عصبانی میشن، زود بی‌حوصله میشن. اگر یک بزرگی، یک موسفیدی بی‌حوصلگی کرد، بر سر شما غضبناک شد، عصبانی شد، شما صبر کنید، استقامت از خود نشان بدهید، بردباری از خود نشان بدهید. اونها بزرگان و موسفیدان حوصله‌ای که تو جوان دارید اونها ندارن. پس برمیگرده به او فکر نا و اندیشی نا به طرف یک طفل. یک طفل وقتی حرف میزنه عصبانی میشه، تو طرفش میخندی، تبسم میکنی، محبت میکنی. موسفید هم همچنین باید در مقابل بی‌حوصلگیش، در مقابل غضبش باید صبر و تحمل داشته باشید. از جمله آداب به همراه موسفیدان اینه که در مجلسی که بزرگان و موسفیدان نشسته هستند
مزاح و شوخی و مسخرگی نداشته باشید. از جمله آداب به همراه موسفیدان باید رعایت بشه. وقتی در محفل و مجلس آنها را مخاطب می کنید با لفظی که مؤدبانه و محترمانه، لفظی که او ناراحت نشه. موسفیدان را با حاجی بابا جان و با حاجی کاکا جان و با بالآخره با آن لفظ محترمی که در بین قوم و منطقه رایج هست آنها را مخاطب کنید. از جمله آداب با بزرگان و موسفیدان اینه که اوقات بزرگان و موسفیدان را تنظیم باید کرد. چی وقت مسجد برن، اونها را تا مسجد همراهی کنید. اونها را وقتی که نیاز به نظافت دارن اونها را همکاری کنید. وقتی که نیاز به تفریح دارن اونها را در یک پارکی که سالم هست اونها را ببرید. لحظات ساعت اینا خوشحال میشه، چشم اونها به سبزی میفته، چشم اونها بالاخره به تفریح و به اینها. اونها هم نیاز دارن. نباید موسفیدان همیش دائما در خانه نشسته باشن که اینها موسفید شدن و جای دیگری. نه خیر، اونها هم درسته ظاهرا اگر موسفید شدن ولی قلب اونها نیاز داره به تفریح، نیاز داره با گفتگو، نیاز داره با جمع از جوانها بنشینه و جوانان را ببینه و از صحبت کردن با جوانها احساس شادی و تراوت میکنن. از جمله آداب با بزرگان و موسفیدان اینه که حرکتی به مقابل موسفیدان انجام ندهیم که سبب ناراحتی اونها بشه. این حرکت چی قولی باشه، چی فعلی باشه و چی اعمالی باشه که اونها را ناراحت کنه. باید انسان خودداری کنه از حرکاتی که سبب ناراحتی بزرگان و موسفیدان میشه. همچنین از جمله آداب با موسفیدان و بزرگان اینه که انسان بره از محضر ایشان مشوره بگیره، مشوره از اونها. حالا لازم نیست وقتی شخص بره مشوره بگیره حتما او مشوره را انجام بده، اما انسان از نظریات بزرگان و موسفیدان خیر میبینه. چون قبلا اشاره کردیم تجارب اونها، سن و سالی که از اونها گذشته، اونها به اصطلاح که در بین جامعه گفته میشه پای اونها به سنگ و سفالهای دنیا بیشتر خورده. و همچنین از جمله آداب با بزرگان و موسفیدان اینه که رعایت غذا. وقتی در یک محفل و مجلس نشسته هستیم، در اون محفل و مجلس یکی دو یا سه یا بیشتر کمتر بزرگان و موسفیدان هستند. همانطوری که طفل، یک نوجوان هر لحظه غذا میخواهد، بزرگ و موسفید هم نسبت به جوانها توانش و طاقتش در مقابل گرسنگی آنقدر نیست مثل جوان. باید رعایت حال موسفیدان بشه. در بعضی از محافل و مجالس بزرگان و موسفیدان را می نشانن، ساعتها طول میکشه، غذا آماده نمیشه، خب موسفید ناراحت میشه. در بعضی از محافل و مجالس در آنجا چنان ساز و موسیقی و رقص و پایکوبی، این پدر موسفید اینقدر حوصله نداره که در آن محفل و مجلس ساعتها بنشینه. در محفل گناه و معصیت جوانها نباید بنشینن، چی برسه به موسفیدها و به اینها. و همچنین بعضی از محافل و مجالسی که مثلا از طرف شب ساعتها طول میکشه، این موسفید باید خوابشان تنظیم باشه. موسفیدها عادت دارن وقت بخوابن، موسفیدها عادت دارن که وقت غذا تناول کنن. باید اینها رعایت بشه. اینا جزء آداب است که به همراه بزرگان و موسفیدان صورت میگیره. همچنین از جمله آداب به همراه بزرگان و موسفیدان اینه که برای بزرگان و موسفیدان اگر توان و استطاعت ندارن که عازم حج بشن، او جوانی که پدر موسفیدی داره و یا شخصی که موسفید هست در بین قوم و اینها، جوان میتونه عوضش حج کنه، عوضش عمره انجام بده. و اگر توان و استطاعت این
پدر موسفید و این بزرگ موسفید دارن، آنها را سفر حج، سفر عمره برای آنها تهیه بشه تا اینکه در مسجد النبوی صلی الله علیه وسلم، در مسجد الحرام، در این اماکن مبارکه و مقدسه بتانه بر او اعمال و بر او حسنات خود به وسیله نماز و عبادات و اینها بیفزاید. همچنین از جمله آدابی که به همراه موسفیدان باید رعایت بشه و رسول صلی الله علیه و سلم تأکید میکنن ارتباط به احترام به بزرگان و موسفیدان. برای بزرگان و موسفیدان گفته نشه که پدر جان، بابا جان، شما نمیفهمید، نمیدانید. اگر این لفظ از زبان بیرون شد در مقابل موسفید، حقیقتا اوج بی احترامی و بی ادبی یک انسان را نشان میده. الفاظ امروزی وقتی یک موسفید به زبان آوردن نمیتونه، نباید در اون محفل و مجلس دیگران شروع کنن به استهزا و به خنده و به تمسخر. بزرگان و موسفیدان به نزد الله سبحانه و تعالی قرب دارن، منزلت دارن. به تمام معنا باید آداب به همراه بزرگان و موسفیدان رعایت بشه. به هر حال آداب به همراه بزرگان و موسفیدان، همین که حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که می فرمایند ان من اجلال الله تعالی، از بزرگ داشت به الله سبحانه و تعالی اینه که اکرام ذی شیبت المسلم. احترام به بزرگان و موسفیدان یعنی احترام به الله سبحانه و تعالی. اگر عکس نگاه کنیم چقدر وعید شدیدیه. بی ادبی به بزرگان و موسفیدان، بی توجهی به بزرگان و موسفیدان، استهزا و تمسخر بزرگان و موسفیدان، همه اینها برمیگرده نعوذ بالله به اینه که همه اینها را با الله انجام دادیم، بی توجهی به قول رسول صلی الله علیه و سلم کردیم. و رسول صلی الله علیه و سلم که میفرمایند لیس منا من لم یجل کبیرنا، یا در روایت دیگر من لم یوقر کبیرنا، کسی که به بزرگان ما یعنی به موسفیدان ما احترام نکنه، رسول الله میفرماید از ما نیست، یعنی از گروه ما نیست، از جمع ما نیست، از اهل ما نیست. پس بناهن در هر محل موسفید هست، در هر خانه موسفید هست، در هر مسجد موسفید هست، در هر منطقه موسفید هست. خود را به وسیله خدمت به بزرگان و موسفیدان به الله نزدیک کنید. دعای بزرگان و موسفیدان را همیشه همراه خود داشته باشید. از تجارب بزرگان و موسفیدان استفاده کنید. الله سبحانه و تعالی بزرگان و موسفیدان ما را حفظ بفرمایه و الله توفیق بده بر بزرگان و موسفیدان که در حق جوانان و نوجوانان دعا داشته باشند و بر جوانان و نوجوانان الله توفیق بده تا اینکه در مقابل بزرگان و موسفیدان ادب و احترام را رعایت کنند. تا برنامه بعد شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.